با شماره ایرانی میتونم وریفای رو انجام بدم و اون امکاناتی که برای وریفای شماره قرار داده شده استفاده بکنم یا نه؟ آره میتونید استفاده بکنید. تا به الان از روزی که یوتیوب شروع به فعالیت کرده و ایرانی ها وارد این پلتفرم شدن تا به الان که تاریخ 7 شهریور 1402 هست، هیچ ایرانی به خاطر اینکه با شماره ایرانی وریفای انجام داده به مشکل نخورده. خود من هم تمام کانال هم با شماره ایرانی وریفای شده و هیچ مشکلی هم نداشته و یوتیوب هم تا به امروز هیچ مشکلی نداشته. ممکنه در آینده قانونی بذاره و با کانال هایی که با شماره ایران وریفای شدن رو ممکنه حالا براشون قوانینی لحاظ بکنه، ولی خب بعید میدونم طی اون روز و طی اون قانونش هم بیاد کانال رو به یک بار حذف بکنه. سوال سوم: آیا شماره‌ای که باهاش وریفای کانال رو انجام دادیم و شماره‌ای که برای اون در واقع شماره حسابی هست که ما دادیم برای در واقع دریافت درآمد، باید این دو تا شماره یکی باشن یا نه نیازی نیست، که اصلا هیچ ربطی به هم دیگه ندارن؟ شماره‌ای که شما وریفای میکنید برای صاحب کانال هست و شماره‌ای که برای شماره حساب داده میشه همونطور که اسمش روش هست شماره برای صاحب حساب هست و اصلا ربطی نداره و خیلی ها ممکنه حسابشون رو عوض بکنن و شماره حساب دیگری رو بدن و یوتیوب با این موضوع مشکلی نداره که شما شماره حساب کس دیگری رو بهش معرفی بکنید تا بتونه درآمد رو براتون واریز کنه.